علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگه است به این معنی که عقیده در لغت و اصطلاح به چی گفته می شود و همچنین سلف یا اینکه اهل سلف به چه کسانی گفته می شود. بارک الله فیکم. عقیده در لغت به معنای این گره کردن و بستن را میگویند. چگونه ای که گفته شده است که عقده یعقده عقدا، وقتی که یک نفر یک چیز رو گره کرد و بست را میگن عقد یا اینکه عقیده. و همچنین گفته شده است که عقد النکاح، بستنی نکاح. پس عقیده در لغت به معنای این گره کردن و بستن را میگوید. و اما در اصطلاح شرع یا که در شریعت و در نزد اسلام عقیده به آن گفته می شود که شخص ایمان محکم به توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسما و صفات الله عز و جل داشته باشد و همچنین ایمان محکم به ملائک و به کتابها و به رسول و پیامبران و تقدیر خیر و شر و روز آخرت، بینها ایمان جازم و محکم داشته باشد و همچنین به هر آن امورهایی که آنها ثابت هستند که از امورهای غیبی هستند، از قبیل جنت و جهنم و از اصول دین و هر آنچه که سلف رحمه الله بر آنها اجماع کردگی است، بینها ایمان محکم داشتن و همچنین ایمان به هر آنچه که از امر الله عز و جل است، از قبیل حکم و طاعت و اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم، بینها ایمان محکم داشتن، ایمان جازم داشتن، عقد کردن و باور کردن و به اینها عمل کردن، یعنی میگن عقیده، که در قلب انسان هیچ شک باید که نباشد، هیچ تردید و هیچ شبهه باید که وجود نداشته باشد. همچنانه که مشرکین در عقیده باطلشان چقدر محکم بدن، پس وقتی که یک نفر شریعت و اسلام قبول میکرد، همین تر باید که در هیچ از امورهایی که ذکر شدن از توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و از امورهایی که از امورهای غیبی هستند و از ارکان ایمان و اسلام و از اصول دین و به همه اینها یک شخص باید که ایمان جازم و محکم داشته باشد که هیچ شک و تردید باید که در این شخص نباشد. این را میگن عقیده شرعی یا که عقیده اسلامی. بارک الله فیکم.